یاد جمال عبدالناصر، شمایل خشم سوسیالیست‌های عرب علیه اسرائیل، روایت تاریخی قابل توجه رهبر انقلاب است. عبدالناصر با همه ادعاهایش موفقیتی در برابر صهیونیست‌ها به دست نیاورد. راه حل او برای نابودی اسرائیل صفارایی قومی عرب در برابر یهود بود. در همین قضیه رژیم اشغالگر جمال عبدالناصر اون 40-50 سال پیش که شماها نبودید شعار میداد که ما یهودی‌ها رو میریزیم به دریا. خب یعنی میخواست علیه اسرائیل حرف بزنه، میگفت یهودی‌ها رو میریزیم به دریا. جمهوری اسلامی از روز اول چنین حرفی نزده. آیت الله خامنه‌ای در واکنش به تبلیغات نتانیاهو درباره اقدامات ایران علیه رژیم صهیونیستی این مثال تاریخی را مطرح می‌کند تا نشان دهد اولاً سیاست قدیمی مظلوم نمایی یهودی رنگ باخته است و دوم اینکه رژیم صهیونیستی حتی با راه حل دموکراسی هم از بین رفتنی است. ما از روز اول طرح ارائه کردیم. ما گفتیم آقا امروز دموکراسی و مراجعه با آراء عمومی یک شیوه مدرن و پیشرفته است دیگه که همه دنیا هم قبول داره. بسیار خوب. برای تعیین نوع حکومت کشور تاریخی فلسطین مراجعه کنید به افکار عمومی مردم فلسطین. یه رفراندوم را بندازید. تاریخ اگرچه نشان داد دنباله آن خشم انحرافی عبدالناصر به دست جانشینش انور سادات به خیانت کمپ دیوید انجامید، اما تحولات این روزها از جانشینی هرچه بیشتر تفکر جهاد و مقاومت به جای سازش و زورپذیری حکایت می‌کند.